پول میتونه یک ابزار باشه ولی وسیله خوشبختی کامل نبوده. درست است در همه امورات زندگی پول نقش داره، در صحت، در ثروت، در خریداری، در خانه داشتن، در سفر، در آسایش زندگی، اما در آرامش کامل نه. تا شاد بودن میتونه انتخاب خود فرد باشه. بهترین دوست انسان هم خودش هست و بزرگترین دشمن انسان هم خودش هست. انسان خیلی از ظاهر خود را آراسته میکنن ولی به درون خود نمیرسن، برای انگیزه خود نمیرسن، برای روح و روان خود نمیرسن، برای آرامش درونی خود نمیرسن. سلام، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه تحول در زندگی. شاد زیستن یعنی انتخاب لحظات کوچک خوشبختی در دل زندگی پر از چالش ها و سختی ها. موضوع برنامه امروز ما شاد زیستن است که رابطه با موضوع شاد زیستن آگاه مسائل روانشناسی را جناب احمد شاداب سروری را با خود داریم. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. شکر، سلامت باشین. غم دیروز و پریروز فلان سال فلان ماه که برباد فنا رفت نخورید. و خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر بهوشید، هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید که امروز سر هر کوچه خدا هست. و دیوار دل خود به ایمان تواضع بنویسید، نه یک بار نه 10 بار که 100 بار خدا هست، خدا هست، خدا هست. درود و عرض احترام دارم نثار شما عمران عزیز. امیدوارم عالی و تندرست باشین. همچنان خدمت بیننده های عزیز و دوست داشتنی ما امیدوارم شاد، عالی و پر انرژی باشین. بسیار زیاد تشکر از شما جناب سروری صاحب. خب ما استر از امروز موضوع برنامه را شادزیستن انتخاب کردیم چون در اواخر شاد بودن یا هم خوشحال بودن بر مردم سوال شده که چگونه میتونن خوشحال باشن، چون همه جهان فعلا خیلی از چالش ها روبرو هستن و خیلی ذهنها جگرخون شده. و در اول برنامه اگر شما از خوشحالی یا شاد زیستن یک تعریف بر ما کنید، یعنی چی؟ شاد زیستن نماد زیستن آگاهانه و سپاسگزاری از نعمت‌های پروردگار هست. و زمانی که میگیم شاد زیستن، زیستن آگاهانه با تدبر، با تفکر و با تعقل زندگی کردن و سپاسگزاری کردن هر زمان نعمت‌هایی که پروردگار شامل حال و زندگی ما کرده که دیگران محروم از آن هستند و لذت بردن از تک تک ساعت‌های و لحظاتی که ما بر زمین بدون یک فرد زنده هستیم میباشه. خب فعلا همه مردمی که ببینید دنبال پول، دنبال ثروت هستن و از هر کدامشون که سوال میکنی که چرا انقدر کل زندگی خود وقت پول میکنی، میگه خسر که خوشحالی میاره. فقط خوشحالی و شاد زیستن به مسائل مادی خلاصه میشه؟ نه خیر، پول میتونه یک ابزار باشه ولی وسیله خوشبختی کامل نبوده. درست است در همه امورات زندگی پول نقش داره، در صحت، در ثروت، در خریداری، در خانه داشتن، در سفر، در آسایش زندگی، اما در آرامش کامل نه. بنون یک مثال میگه روز یک پادشاه مریض شد و پسر پادشاه رفتن اگر تو یک فردی رو پیدا بکنی که خیلی شاد باشه و لباسش رو به تن پدرت بکنی، پدرت جور میشه. پسر پادشاه دستور داد همه شهر را گشتن و هیچ کس پیدا نکرد تا بالاخره یک فرد شاد را پیدا کنند که در خانه های ثروتمند رفته بودند. اما زمانی که از یک کوچه میگذاشتن و دیدن که از یک کلبه خیلی فقیرانه و خرابه و کهنه صدای از اینه که خدا رو شکرگزار هستم که تو مرا سالم خلق کردی، من خوشبخت‌ترین آدم روی زمین هستم. پسر پادشاه با خوشحالی دستور داد که اینمی فرد شادترین آدم است و لباس ازش بگیرین و ببریم و پدرم تا جور شد. زمانی که وارد خانه میشن میبینن که فرد لباس هم نداره. حتی شاد بودن میتونه انتخاب خود فرد باشه. خود شاد بودن میتونه انتخاب ما باشه. ما نمیتونیم با ابزار، با چیزای اطراف ما خود رو ما شادمانی رو به خود ما بخریم. نه خیر، نه، ربط کامل به مادیات و دارایی نیست. اگر ما بخوایم از تک تک لحظات و از داشته‌های کم استفاده کنیم میتونیم شاد باشیم. در صورتی که ما شاد بودن انتخاب ما نباشه، اگر ثروتمندترین مرد دنیا هم باشیم در یک کنجی در یک خانه خود میمونیم و با غم و مشکلات و تشویش از بین میریم. طبعا این گپ خاص. خب دیگه چگونه میتونیم با دنبال از این فشارهای زندگی و دنبال از این روزمرگی خوشحال باشیم؟ راهش چگونه است؟ یکی از راه‌های بزرگ شکرگزاری مدیتیشن یا خلوت با خدا هست. و زمانی که ما با خدا خلوت میکنیم از داشته‌های خودمون یاد میکنیم، از نداشته‌هایمون یاد میکنیم
و انسان زمانی که شکرگزار می باشه، زمانی که از داشته های خود شکرگزاری میکنه، حس شادی برش رخ میده. من زمانی که یک گیلاس چای دارم و می نوشم و امیر شکرگزاری میکنم، پروردگار در امی برکت و شادمانی رو نصیب میکنه. اما اگر شاید بهترین غذا و خوردنی ها پیشین باشه ولی من ناشکر باشم و ناسپاس باشم، پروردگار در قبال علمی داده هایی که بر من داده، غم هایی هم در کنارش بر من میده. و یکی از بزرگترین راههایی که ما را به شادمانی میرسونه و خوشحالی میرسونه سپاسگزاری است. دوم چیزی که میتونه انسان را خیلی شاد و خوشبخت بسازه است که برای خودش یک هدیه، یک تحفه در قبال یک کار در نظر بگیره. من هر کار دنیا را که انجام میتونم برای خودم تارگت هدف تعیین کردیم و در قبالش مثلا انجامش میرسم، من برای خودم یک تحفه میگیرم و خودم سپاسگزاری میکنم، تجلیل میکنم، چون که من تونستم به اون یک فرد تلاش بکنم و خود را برسونم، از اون لحظه خود لذت میبرم. مگر که اگر من بخوایم به بهترین جاهای دنیا برسم و در قبال از این لحظات خود حس شادی نداشته باشم و تمامش به اون یک کار معمولی بپندارم، من نمیتونم سرانجام به خوشحالی برسم. خوشحالی و خوش بودن بیشترین کاری که ربط میگیره برای خود فرد هست. حتی انسان میتونه بگویم که بهترین دوست انسان هم خودش هست و بزرگترین دشمن انسان هم خودش هست. این حالا برمیگرده که دوست خودت میمونی و یا دشمن خودت میمونی. سرانجام کارا و تصامیمت بین یک دوست برای خودت میگذاری و یا دشمن میگذاری. خب پس بدون کدام دلیل خاص انسان میتونه که خوشحال باشه؟ بله. خب شما خودتان تا بالش شده که بدون کدام دلیل خاص خوش باشین، تجربه تون اکبر بگین. بدون شک امران عزیز، من صبح‌ها که از خواب میخیزم بدون انجام و کاری و بدون حتی کدام مسئله و مشخص بودن موضوع در مقابل آینه ایستاد میشم و از همه داشته‌های زندگی خودم سپاسگزاری میکنم و لبخند میزنم و شروع زندگی روز خود را با لبخند آغاز میکنم. و حتی تا حالا بگویم در تمام عمر زندگی یادم نمیاد من یک بار از خواب برخیسته باشم و با پیشانی تاج بوده باشم. ولی چون که این دلیلی است که من میخوام شاد باشم که من امروز از زندگی میکنم، فردا را زندگی میکنم. عمر من را پروردگار برام داده و سرانجام زندگی ما را پروردگار بر ما ختم میکنه. پس ما وقتی که بر زمین به عنوان یک فرد زنده هستم، ما باید لذت ببرم. و به عنوان وقتی که برای دیگران میگم که زیستن آگاهانه و سپاسگزاری از پروردگار، از نعمت پروردگار، اولا خودم باید بی‌دلیل خوش باشم. من خودم واقعا بی‌دلیل خوش میباشم. حتی دوستان میگن من وقتی خودت میبینم بدون دلیل خنده میگه تو شاد میشم و حتی دوستان لطف میکنن پیام میگذارن. بله دوستان پیام میگذارن میگن حتی بعضی اوقات من پیشونی خود را حتی که بیخی بازت بسته میکنم و قهر خودم میگیرم نمیتونم. شاید یک دو لحظه که خود را خیلی جدی بگیرم بعد نمیشه، بالاخره تا انجام باید لبخند بزنم و شاد باشم. این چیزی بوده که من همیشه کوشش کردم بدون دلیل شاد باشم. خب شاد بودن خب یک چیز خیلی خوب است. من امروزتون خود برنامه می داشته باشم یک انرژی خاصی از خودتون میایه سمت ما. سلامت باشید. خب پس چرا بعضی اوقات احساس میکنیم که دلی جگرخون هستیم، از داخل یک چیز داخل ما میشکنه بدون کدام دلیل خاصی؟ این دلیل از چی بوده میتونه؟ امروز عزیز دلایل بحث شکستن دل یا شکستن درون بحث بزرگی هست. جگرخون داخلی ناک میباشه. بعضی از مثلا ما سوالا رو دارن که بعضی اوقات که خودتون میخیزین از خواب همیشه خوشحال میباشین که کلید خوشحالی هم اونمو خودش است که روز باید با لبخند آغاز کنی، ولی بعضی از مردم هست که دلی جگرخون میباشن ولی دلیلش نمیفهمن. حالا که بحث کامل هست امروز عزیز نمیتونیم ما بدونش کدام دلیل جگرخون باشیم، اما اگر ما درونن جگرخون هستیم که دلیلش را نمیفهمیم، یعنی تا حالا پیدا نکردیم، یه سری بزنیم به شناخت درون خود ما. یعنی من واقعی که ما دو من داریم، یکی من خودی که فعلا هستیم و این لحظه ما خود صحبت میکنیم، یک من واقعی که درون ما کی هستیم. یک سر به خود بزنیم که من درونم در کدام وضعیت. ظاهرا خیلی انسان‌ها رو من میبینم واقعا انسان‌ها خیلی از ظاهر خود را آراسته میکنن ولی به درون خود نمیرسن، برای انگیزه خود نمیرسن، برای روح روان خود نمیرسن، برای آرامش درونی خود نمیرسن. بدون یک مثال بگم، یک آدم ثروتمندی بود. فکر کرد که امی آرامش و خوشحالی در تفاخر است. رفت خیلی چیزا خرید که در بالش فخر میکرد، موتر، خانه، همین چیزا. دید که شادی و خوشحالی در میان نیست. بعد فکر کرد که در آسایش است. رفت بهترین تخت خواب را خرید ولی خواب نداشت. بهترین ساعت را خرید ولی ساعتش خوب نمیگذشت. بهترین خوردنی را خرید ولی اشتهای درست نداشت.
بالاخره که از روزا برای دوستش تماس گرفت که از درون عمقا او را میشناخت و معلومات داشت. گفت که ما یک دارالعطیه ما میشناسیم که باید به تفلکا کمک کنیم. خب این آدم ثروتمندی بود، برش گفت که من این پول را بگی ببر خودت کمک کن هرچی میخری. گفت نه خیر، تو باید به دست خودت این کمک کنی. چون میدونست که با هدیه دادن و در درون خود فکر کردن تو به حل مسئله میرسی. و سرانجامی که فرد تحایف را گرفت و به محل رفت و میخواست برای هر کی تحفه بده. یه تفلک که از پاش محکم گرفته بود. خب این فکر میکرد که تفلک به خاطر محکم گرفته من باید یک چیزی بتونم. گفت که من بر تو چیزی میتونم، دور باش، من رها کن، من بر چیزی میتونم. گفت نه خیر، گفت من پای تو را به این خاطر محکم نگرفتم که تو برای من چیزی میتی. گفت من میخوام چهره تو را دقیق ببینم که در روز آخرت من بشناسم تو بودی که کسی بودی که برای من کمک کردی و به خدا معرفی بکنم که تو برای من کمک کرده بودی. حالا خیلی اوقات ما درونن میشکنیم، ولی یک بار سر بزنیم به درون خود ما، به روح ما. ما باید بالای روح ما کار بکنیم، بالای داشته های درونی خود کار بکنیم، برای اطرافیان خود برسیم. من حتی بعضی اوقات خودم میگم وقتی ببینم کسی مشکل داره و باش نرسم، درون خودم غمگین میشم. بدون کدام دلیلی که مرا کسی باصلی بزنه نزنه، توهین بکنه نکنه، داشته باشه نداشته باشه، چون سرم تاثیرگذاری منفی میگذاره. حالا خیلی شکست های درون ما از برداشت های روزمره و روان ما هست که متاسفانه ما نتونستیم میره کنترل درست بکنیم. به این خاطر خیلی کسایی که درونن میشکنن یک بار برن به خودشناسی، خداشناسی، شناخت واقعی از خودشون، شناخت من واقعی و اطلاعات درست در مورد شادزیستن پیدا بکنن. مطمئنا بعد از اون خیلی شاد و همیشه تازه و شاداب می باشن. تفریحات یا کارهای مانند ورزش، تفریح و هنر چی نقش در شاد بودن یا خوشحال بودن ما می داشته باشه؟ امروز من عزیز، شادی پیشتر هم گفتم انتخاب هست. حالا هر کسی میتونه به هنر خودش به نحو خودش شاد باشه. یک کسی خیلی غمگین است ولی وقتی که یک چیز مورد علاقهش که ورزش است برش وقت بگذاری، تمام غمهای خود در اون لحظه فراموش میکنه. در صحنه چیزی که دوستش داره و عاشقش است و بهش عشق می‌ورزه و کار میکنه. یک کسی هنر رسام هست، نقاش است، خطاط است، یا یک کسی کارفرماست، یک کسی کارگاه داره کار میکنه، خیاط است. هر کسی به نوع خودش در یک کار شادی خود را پیدا میکنه که این حق انتخابشون است که ما نه حق نداریم که اونا رو بگیم نخیر. من شخصا میگم خیلی اوقات اگر به هر نوع خسته باشم ولی یک ساعت فوتبال بکنم همه خستگیم رفع میشه و خیلی فوتبال دوستم هستم. چون این چیزی است که درونن پیدا کردیم. من به ورزش نیاز دارم، من به یک سرگرمی نیاز دارم. در قبال همه مسئولیت‌های درسی و کاری خودم من لازم می‌بینم که در طول هفته یک یا دو بار فوتبال بکنم، ورزش بکنم. حالا این انتخاب هست و حق دارن. بله خیلی نقش داره. هر کسی در نوع خودش و هنر خودش میتونه شاد باشه. بسیار زیاد از شما تشکر. بسیار جوابای تاثیرگذار بود که واقعا خودم بسیار تغییر کردم دفعتاً. خودتون چیز گفتنی خاصی برای بیننده‌های ما داره؟ سلامت باشین. دنیا کوتاه و عمر ما هم فانی هست. پس ببین از تک تک لحظات زندگی خود لذت ببریم و شاد باشیم تا باشه حسرت زندگی کردن و حسرت شاد بودن رو بعداً نخوریم. خب دوستای عزیز، یادتان باشد شادی در دل لحظات ساده از زندگی است. امروز را با لبخند شروع کنید و فردا را با دلگرمی ادامه دهید. تا برنامه دیگر شاد، موفق و سربلند باشید.